امروز در بازار سخاوت دست کم 250-300 نفر و یا زیادتر از این هم در نزد 3 کمازی بارکش برای خریدن ارد در نوبت ایستادند. آنها به فکر به اردخری آمدند که کرونا ویروس به تاجیکستان آمده است و باید ارد و دیگر محصولات خوراکواری را خریده در خانه هایشان ذخیره کنند. باید گفت که نرخ ارد در حال حاضر در بازار سخاوت 190 سامانی است. مردمی که به این بازار برای خریدن ارد آمدند از آن نفرانی که در بالای کمز هستند التماس و التجا میکنند که به آنها ارد دهند. در دست همه 190 سامانی طرف ارد فروشان دراز میکنند و بر عوضش خلطه ارد میخواهند. امروز از دیگر روزها دیده بازارهای ما سرادمند و هر نفر با سراسیمگی و دوادوهای زیاد در تلاش خرید مواد خوراکواری هستند. گشنگی میشه، راه محکم میشه. اینا کی گفت اکنون؟ همین مردم خرید کردن، ما هم اومده خرید کردیم. چیکار پای خیلی و خلق خیلی بزوبیتن سوداگرو بزوبیتن نکنن خلق اینا کمازور آوردن موندن خلق هم کمازور دیده همین خیلی بزوبیته شده اومده خریده بردیسته. چی به قروز همی کمازور نبود می اومده می خریده می بودیم. مردم ما امروز در تردد ذخیره کردن مواد آذوقه‌واری بوده با قرض و قواله های زیاد می خواهند لوازمات خوراکواری خود را برای چند روز و هفته آینده بخرند. در پشت این همه آوازه های از حقیقت دور و مراجعت نامه های مقامات تاجیکستان باز مردم فرصت را از دست نداده مواد خوراکواری ذخیره کرده ایستادند. طی چند روز اخیر با مقصد پیشگیری از کرونا ویروس مقامات تاجیکستان تدبیرهای ضروری را انجام داده ایستادند. در مسجدها نماز دست جمعانه موقتا منع شدند. پروازها به 35 کشور قطع گردیدند. مارشروفکه طالب علمان بازداشته شد. تاجیکستانیان موقتا در المپیادهای بین المللی اشتراک نمی کنند، ولی متاسفانه حس زودباوری و خودگمکنی و خود از دستدهی مردم ما بالا رفته به هر گپ و نیم گپ دیگران باور می کنند. این زودباوری و خودگمکنی ها باعث ناآرامی و سرگردانی های زیادی تاجیکستانیان گشته ایستاده است که در هر مورد بر ضرر ماست.